به روز 13 سالگرد پیام آوا خوش اومدین. خیلی خوش آمد میگم به همگیتون که تو این روز مهم در کنار پیام آوا هستین. حالا که اینجا هستیم در یکی از سالهای کم دردسر و امیدبخش به سر میبریم، چرا که یه روزی ما تصمیم گرفتیم با قاعده و هدفمند قدم برداریم. برای رسیدن به امروز روزهای بالا پایین زیادی پشت سر گذاشتیم. همه این مسیر با تلاش و تعهد افرادی چون شما و خود شما مخصوصا امسال پیموده شده. کردی که ما سعی کردیم تو یک سال گذشته واقعا سفت و سخت روش پایبند بمونیم، تمرکز بر خلق ارزش واقعی برای مشتریامون. از 25 آبان 403 تا 25 آبان 404 ما 26 میلیارد تومان ارزش مالی به بیزینس و کسب و کار مشتریامون در یک سال گذشته اضافه کردیم. رونمایی از پیام آنلاین هم هست. پیام آنلاین رو از این به بعد با این لوگو قراره بشناسیم.